милая, под восточным солнцем добрая душа. Ты с судьбой играл в решку и орла. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Твое слово главное у нас в семье. Ты родной в Самарканде и в Москве, а для внуков деда Боря лучший дед. С гордостью он мудрый, им дает совет. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб 100 лет вы жили с мамой. В жизни сделал ты немало, и поднимем мы бокалы за твои года, за радость, чтоб ты с нами был всегда. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. Будь всегда здоров, мой отец без докторов, без давления, с днем рождения. السلام علیکم دوستان بیننده ها تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعی تبریکات شهنان در محله گلستان در روز خورسندی در خاندان زیبای نورمرادمک مهمان هستیم و امروز تبریکات از نام منظور آیتی، دلمرادکه، علمرادکه و از نام دامادشان عبدالصمدکه تبریک میگیم. این لحظه های خورسندی شادیانه را همراه شمایان با هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان آغاز کردیم. السلام علیکم پدرجان‌های عزیز، السلام علیکم مردم شرفمند ابرمردان دهه گلستان. همه شما را به خاندان زیبای نورمرادمک خوش آمدتان میگویم. قدم‌های شما را بالای دیده می‌خوانیم. من امروز در این ماه شریف رمضان پدر عزیزی خاندان جشن 60 سالگی یوبیله خود را جشن گرفته ایستادن همراه شما عزیزان. می‌خواستیم با قرصک‌های شما پدرجان را به نزدمان دعوت کنیم. مرحبا پدرجان، می‌خواستیم به نزدمان نزدیک‌تر بیایید. مرحبا نورمرادمک. پدرجان من زیبای انسانی. نورمرادمک زاد روز مبارک. روز تولد را امروز روز شکرانه را برایتان مبارک باد میگویم. امروز شما را از نام فرزندان عزیزتان، از نام منظور آیتی، از نام دلمرادکه، علمرادکه، از نام داماد عبدالصمدکه، از نام کلید پاشاها، زلال آیتی و محفوظ آیتی ها تبریک میگویم. گفتن حسین جان امروز پدر عزیزی ما، قبلگاه خاندان ما، شاه ستون ما فرزندان حلقه نبینید که 60 ساله شدند. جشن 60 سالگی یوبیله‌شان را و نفقه برآمدنشان را ما جشن گرفته ایستادیم. خدا کند که 120 ساله شوند و بعد از آن پیر شوند. خدا رحمت کند مادر عزیزمان را که من قریب 10 سال باز همراهیمان نیستند. من در آن همین عمری که خداوند برای ما داد شکر میگویم که چنین پدر و چنین شادروان مادر را برای ما داد. پدر عزیزم تا همین سن و سال فقط مهنت حلال کردی، مهنت حلال کردن، ما را لقمه حلال داده با وای رساندن، صاحب بخت، صاحب عائله، صاحب خانه و در کردن. من امروز باشد الکی 60 ساله شدم. خدا کند که بی‌درد و بی‌غم شده، دعاگوی سری ما فرزندان شده گردند. هیچ وقت غمیشان را، بیماریشان را نبینیم. همیشه مانند امروز بردم و صحت سلامت شده گردند. امروز در نورمرادمک برایتان از نام فرزندان میگویم پدر تو کوهی بر آسمان، ما کوه پاره ایم. تو قله بلندی و ما همچو پاره ایم. بیرون شدن ز راه تو بر ما فلاکت است. تو مثل راه آهنی ما چو قطاره ایم. در فکر زندگی ما آب و ادا شدی تا ما شدیم با پا تو خود دردی پا شدی.
سر تا به پا پندی و دنیای حکمتی بیمیسل بر بزرگی و فیض و سخاوتی چون تیر ماه میدهی تو آخرین ثمر ای باغبانی عمری ما بر ما غنیمتی در مرادمک خدا کند که از این رو فقط با تشویش های شیرین نبیره ها بند شده گرده نبیره ها را خدمتوی کنید زادرویز کنید توی های کلانش به اشتراک کنیم و ما شما را تبریک کردن نصیب کنند ببینید که بحث های استقلالی و استقلالیت ازبکستان عزیزمان چشم نرسد که اینقدر مردم حاجی بابا و حاجیانه شده ایستادند ما در هر خاندان مهمان شویم نیت میکنیم و نیت های نکو میکنیم که همون صاحب خاندان حاجی بابا و حاجیانه شوند خداوند میرساند باز رفته از زیارت عمره از زیارت حج آمدنشان رو پیشواز میگیریم امروز باشد مهمانان میگویند در این خیلی چاره‌بینی در این خیلی دیداربینی ها فرشته های راهگذر مهمان میشدین و به هر یک نیت های کرده ما آمین میگفتین و در این ماه شریف رمضان نیت میکنیم که در سری فرزندان حاجی بابا شدگشان نصیب کنند در همین سال خدا کند که زیارت عمره زیارت خانه خدا نصیب کند و باز در این کاشانه زیبایتان حجاجی شود اینقدر مهمانان برای تبریک شما بیایند شما را شاد باش کنیم و با چنین نیت ها در روی دنیا از همه کتابی قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن کریم است پیشکش پدرجان میکنیم مرحبا البته توفه های ارزنده و زنده از نام فرزندان عکس های زیبا پیشکش پدر میکنیم و جمع میکنیم عکس های خاطرمان و آیلوی را مرحبا خدا رحمت کند زمین خاله را خداوند کریم عمری دراز برای نورمرادامک نصیب کند و در سر فرزندان سایبان شدگشان نصیب کند و از نام نزدیکان جوره ها در اینجا جامعه ها هست مرحمت کلکتیف همکارانه از نام همسینفان مرحمت جامعه ها را تقدیم میکنیم و از فنها را بعد از آن میشنویم مرحمت سلام علیکم تبریک میکنم عزیز مهمانان من امروز دور جوری همسینفا من 60 سالگی گذشته بوده است ما از نام همسینفا کمک توفه برگزیده کردیم همین توفه من قبول میکنید در شما مرحبا پدر ای پیری بر نادل توی عاشق ترین دل دار برای راحت روحم به سرداری شاه کن پناهی با زبان تو مرا امید و دلگرمی ساری در این دنیای برهنه با قلبم مرهمی دردی درمانی و جانم سایه امید و ایمانی و چشمم جلوه پرنور یزدانی پدر جان منی زیبای پدر خورشید پدر مهتاب پدر یک اختر نایان یا ما شما نزدیکتر مثل فرزند و کیرین و
همه یک جویا و میخواستیم شیرینی پدر را یک جویا بریم و از آن تناول کنیم. بعد از آن باشد امروز بعضم را دوام کنیم و همه تارتا را نزدیکتر میبریم. Льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. امروز اجزام دلمرادکه که در مسافرت هستند، نورمرادامک اجزام پسرتان که در شهر خارجه هستند شما تبریک میگویم. گفتم حضور پرسد اجزام من که در روز خرسندیشان یا نشان به صدا تبریک کردن نتونستم. ای پدر جان خاک پایت می شوم، وقتی پیری من اسایت می شوم، با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت می شوم. بگذار دعا کنید که دعای شما مستجاب است، در مسافرت ساق سلامت رفته بیایند. ما باشد نیت های نیک علمرادکه را می خواستیم شنویم. مرحمت. दादा साथ बता रहे थे شامدهتان دادا جان 100 بداره، 120 بداره، سری مومبا سرشا گرده. अस्सलाम वालेकुम मेहमानों इकरामी हम मोहतरम खुशामदीद मेरे तौर सरमगे امروز سواکی امروز من که شخص بدارم من بریم صد بدارم خدا چکای اون دو شفتای فرزنده شما باش باش گردم خیلی هم موتون رحمت کلام صاف سلامت باشم تمام رحمت تشکر می‌کنیم. اکنون باشد نورمرادامک در اینجا نزدیکان به فکرم زنبانان خانه نشستند. پیشتون به در آمده یک تست خواندهایشان را شنویم بعد از آن با ما جواب دهند. مرحبا. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی، اجازت فرمایید که من امروز روزی برادرم نورمراد با سن 60 ساله در آمدن یعنی یوبیلیشان هم روزی افطاری کردیم. به همه شما رحمت کلام حرمت عزت و آمدتان. من میخواهم که از نام خودم و از نام آهلم و این برادر عزیزم عمر دراز رزق فراخ و سری همین جیانان ساق و سلامت گردم، عمر بردوام بینم. و دقتتان رحمت. شامدتون نور دیدم تاج سرم، شامدتون بعدن بود نورمراد شمون عزت حرمت کردتون و یک بار دیگر شامدتون نور دیدم تاج سرم. با اوکام عمر دراز رزق فراخ با کار آیندهشون نو به نو آرزو میکنم و این جانم و سری بچه هایشان سب سلامت کردم. من ماندگی عمر های همونتون سب سلامت کردم. السلام علیکم مهمانان گرامی، خوش آمدید. اکنون سلام چی نیت کاری باشم نیت باشم برسم سری جیانم با سب سلامت کردم.